روز یکشنبه 24 ایون زنان عربستان سعودی از حق رانندگی برخوردار شدند و خود همان روز در کوچه‌های سراسر این کشور زنان راننده زیاد به چشم خوردند. ساکن شهر ریاض اسماء السمدی بار اول از این حق استفاده کرد. من امروز خیلی خوشبختم. این یک روز تاریخی برای زنان سعودی می باشد. اکنون هر یک زن حق راندن ماشین را دارد. شوهر او لوعی السمدی هنگام ماشین رانی همسرش را همراهی می کرد. با فکر او پیشنهاد حق ماشین رانی به زنها هم به نفع عائله های سعودی و هم به نفع مملکت است. شعور فقط انه این اقدام به زنان استقلال بیشتر می دهد. نه تنها استقلال بلکه مسئولیت. اکنون او برابر من مسئولیت دارد و با امکان راندن ماشین او می تواند برخی از مسئولیت های خانوادگی را بر دوش گیرد. اکنون او خودش هم انتخاب دارد. قبلا هر کاری او وابسته به تصمیم های من بود. الخيار صار في يدها وانا اقدر اعتمد عليها مو كل حاجه فوق ظهري انا. با قول کارشناسان لغو منع ماشینرانی زنان سعودی برای رشد اقتصاد این کشور هم زمینه خوب فراهم می آورد. رسانه های محلی تخمین می کنند که در عربستان سعودی بازار فروش ماشین از 6 تا 10% رشد کرده، حتی بازار خاصی برای فروش و ترمیم ماشین های زنان تشکیل خواهد شد. روز یکشنبه چاره‌بینی های خاص به مناسبت رانندگی زنان دایر شد. از جمله شرکت تلکام سعودی که مسئولیت تعلیم رانندگی زنان را بر عهده دارد نمایشگاه برگزار کرد. ما یک گوشه خاصی را تشکیل کردیم که در آن زنان سعودی با ماهیت ماشینرانی آشنا می شوند. قبل از گرفتن مجوز رانندگی آنها می توانند اینجا آمده در لوحه کامپیوتری ماشینرانی آموزند. در اینجا آنها مثلا به اهمیت بستن تسمه بی‌خطری و غیره آشنا می شوند. شاهی عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز ماه سپتامبر سال گذشته به ماشینرانی زنان اجازه داد و برای آماده نمودن شرایط مناسب 10 ماه وقت جدا کرد. سر از آغاز ماه روان نهادهای نقلیاتی سعودی به تقدیم مجوز رانندگی به زنان شروع کردند.